بعض وقتها باید یاد بگیریم افراد را که ما رای میدیم تا از حق ما دفاع کنه، اگر نمیتونن از حق ما دفاع کنه، دشمن ما ملامت نیست. مثلا من یک مسابقه دارم و من یک نماینده خود تعیین میکنم که اینمی بچگک در رنگ که دشمن تو جنگ میکنه. حالا بچگک هیچ بوکسر نیست، وقتی در رنگ داخل میشه دان و دندانش خون میشه. این حال ما به جای که بگویم که ما کاری خوب نکردیم، نماینده درست را روان نکردیم، دو میزنیم که ولی یریف ما چندان آدم نبود، زدیر دندانای شمیده کرد، چرا این مثال برتان دادم؟ دقیقاً برادرای تاجیک ما بار بار اینمی اشتباه میکنه. یک مثال میتم. یادتان از در جمهوریت برادر عامر سیب مسعود، زیا مسعود را شما نماینده تعیین کردین. چرا؟ به خاطر که برادر عامر سیب مسعود بود. استعداد داشت؟ نخیر. تعلیم داشت؟ نخیر. میتونه سیاستمدار خوب باشه؟ نخیر. زد اشرف غنی هم در جانش. خب شما انتخابش کردین چون برادر عامر صاحب گفته او را پیش بردین، یک جوان غریب را پیش می بردین که داخل سیاست میفهمید. این آدم رفت داخل شد، غنی هم گرفت کل رایتان به نام زود گرفت، دزدیش کرد. وقتی این نماینده تان شد و کاکا غنی هم رئیس جمهور شد، یک چند روزی را یک هتل روان کو، دیگه هتل روان کو، برو که عروسی دوستم است، برو که محقق زن سوم گرفته، برو که تزو گپ بزن، تو نماینده خواستم هستی، پلاو بخو، در محفلا برو، در جنازه برو. 3-4 ماه بعد بیخی از سمتم کشیدش. حال چی شد؟ حریفتان ضعیف بود یا کسی را که شما انتخاب کرده بودین که بره در میدان سیاست مبارزه کنه ای چندان آدم نبود؟ جوابش شما بدین و من میفهمم بسیاری دوستا شاید قرشان، اما فکر کنید گپایی که من میگم به فایده تان است. مثلا پروسه صلح را براتون میگم. کل دوستای ما تاجیک بود در اونجا. کاکا عبدالله به نمایندگی تاجیک رفته بود، بچه عطا محمد نور به نمایندگی تاجیک رفته بود، بچه کاکا دوستم به نمایندگی مردم دوستم رفته بود، مردم ازبک. اما در مجموع تاجیک و ازبک اونجا یک نظر داشتن. سوال ما ایست که پسر عطا محمد نور نامه را خوانده نمیتونست و این شما روان کرده بودین که طالبا بشینه که اونا هیچ دلیل نمیفهمن. یک آدم داخل رنگ روان کرده بودین که بوکس یاد نداره. اونجا طالبا پشتو گپ میزدن، اینا را خو برده بود. چرا؟ به خاطر که بچه عطا محمد نور است، ای باید میرفت. چرا باید همیشه نماینده شما عطای نور باشه و اگر عطای نور نباشه نمایندهش باید حتما بچهش باشه؟ یعنی در بین برادرای تاجیک ما سیاستمدار دیگه نیست؟ چرا باید همیشه نماینده مردم ازبک دوستم باشه؟ اگر دوستم نباشه حتما باید بچهش بره که او بیخی چپن خود گرفته نمیتونه، و اگر بچهش نباشه باز دخترش بره. چرا ازبک ها به جز از دوستم هیچ شخصیت دیگه ندارن؟ چرا باید نماینده مردم هزاره همیشه محقق باشه؟ محقق نباشه بچهش باشه. از او خاطر میگم که اگر شما میخواین وطن آباد کنین، بجای ازی که پشت یکی دیگر بگیریم که الا پشتونایی تو کرد، الا هزارایی تو کرد، الا تاجیکی تو کرد، اول بیاین خود ما را بسازیم. چرا باید نماینده ما همیشه یک بیسواد باشه و اگر او بیسواد وقت نداشته باشه یک بچه خود را روان کنه که او شدیدتر بیسوادتر عزیز؟ مثلا ما یک نماینده داریم در بین تاجیکا که یک وقت در یک نظام یاور بوده. یعنی با شخصیت ترین فرد شما یاور است. یاور یعنی در میکومندانی و ایجایا امی یاورا را ما اصلا به چشم آدم نمیدیدیم. چیزی که لوچک بود یاور بود، چیزی که بچه باز بود یاور بود، چیزی که دختر باز بود یاور بود. حال در خارج بزرگترین نماینده سیاسی شما یک آدم است که در پلیس یاور بود. امی رئیس پارلمانتان چی شد؟ تاجیک بود. چرا حال صدایش نمیبره؟ بنان متوجه باشین به افراد جدید، به چهره های جدید که بجای دو زدن به قوم دیگه بازی سیاسی را خوبتر بلد است و خدمت کردن به مردم خوبتر بلد است جای بده و دیگه فایده تان است. اگر فایده تان نیست دو بزنین در کامنت. اگر فایده تان است بگوین که بله دیگه بس است. به نظر من به اندازه کافی ما این مردم که از جای دادیم. فکر کنم 45 سال است که مردم اونمو شاهی سلطنتی را کرده رئیستن و از هیچ کدامشان خیر ندیدیم و هنوز ما بیشینیم من از گلبودین دفاع کنم تو را بیاب کنم و تو از عطا محمد نور دفاع کنی مرا بیاب کنی نه بیادر. بجایش من تو را میگم که عطا محمد نور و گلبودین 45 سال با هم جنگ کردن، وطن کجا رسید؟
بیا که ما تو با هم دیگه بشینیم، ما برای تو راه راست نشان بدم، تو برای من راه راست نشان بده. ما اشتباهات تو را پد کنم بگویم که نه بچیم خوب روانستی، تو اشتباهات ما را پد کو بگو که نه بچیم تو خوب روانستی. این بازی موشو پشک را که اینا برا انداختن تا خود پیسادار کنن، ای را توقف بده لطفا.